مخاطبین از رسانه پشت ماجرای فیلم استاندار سابق یادتونه یعنی تیم میگه که منم دالشونی رو های گلزار جابجا کرد. درود به مخاطبین عزیز، بنده امین فردین. خوشحالم که به همراه تیمم بار دیگه و یک برنامه پشت پرده دیگه با شما هستم. امیدوارم که هر کجا این کره خاکی که هستید و صدا و تصویر من رو می‌بینید و میشنوید، حال دلتون خوب باشه، جیبتون پرپول باشه و از همه مهمتر سالم و سرحال باشید. یه ویدیو من توی اینستاگرام دیدم به صورت شانسی اومد تو اکسپلور و اون هم دیدم یه سری از این رسانه‌های حکومتی و رسانه‌های به اصطلاح مذهبی و وصل به سیستم دارن حمله میکنن به یک سری از خواننده ها که داخل ایران هستن، خواننده های پاپن، کنسرت میذارن و میگن که چرا این خواننده ها تبلیغ بی‌حجابی رو توی کنسرت های خودشون انجام میدن. اومدن و یه تیکه از کنسرت های سهراب پاکزاد رو هم گذاشتن و گفتن که آره مردمی که اون تو بودن چرا بی‌حجاب بودن، آیا راه شهدا این بوده، راه ایثارگران این بوده، این آرمان های امام و انقلاب و خلاصه شهدا رو ابزار و وسیله‌ای کردن برای اینکه این حجاب رو فرو کنن توی ملت. اول این ویدیو رو من راجع به موضوع زیاد صحبت نمی‌کنم، ولی خب این ویدیو انقدر عجیب و غریب بود که من خودم واجب دونستم راجع به این ویدیو صحبت کنم. ببینیم این ویدیو رو. این تصاویر برای ایرانه، برای سرزمین باکری، خرازی، همت، قرونسی، باقری، صیاد شیرازی. اگه قرار بود انقلاب خمینی بزرگو به اینجا بکشونید، چرا این جوونا پرپر شدن؟ هیچ کس اونقدی احمق نیست که با شادی مردم مخالف باشه. ولی وقتی آقای خواننده این ویدیویی که توش به زحمت یه خانم با حجاب نشون میده رو میذاره پیجش، دیگه بحث تبلیغ کنسرت نیست، تبلیغ فحشاست. آقای اژه‌ای، میتونید به هموزنه شهیدتون جواب بدین؟ آقای اژه‌ای، میتونی یه دونه گزارش عمل کرد از این بصیرت مدیا و کسایی که توی این رسانه های وابسته و دلبسته که بودجه های میلیاردی میگیرن ازشون بپرسید که این بودجه ها رو صرف چی میکنید که رسانه هاتون موفق نیست؟ آقای اژه‌ای، میتونید از اینا بپرسید که چقدر داره چپاول و دزدی در رسانه های حکومتی اتفاق میفته؟ آقای اژه‌ای، برید بازخورد رسانه های حکومتی رو ببینید که این همه بودجه های دولتی خرجشون میشه اما بیننده های پیجشون از یک بلاگر فکستنی هم کمتره. آقای اژه‌ای، برید بپرسید که چرا رسانه های حکومتی و افرادی که داخل این رسانه ها هستن به یک سری آقازاده و فاضل آبزاده و به یک سری از جریان ها گیر نمیدن. آقای اژه‌ای، برید بپرسید از خبرگزاری تسنیم و بقیه رسانه ها که چرا به ایرانسل و همراه اول و سایر رسانه ها گیر نمیدن، چون اسپانسر اصلیشون گوشه سایت ها همین رسانه ها هستش. آقای اژه‌ای، برید دزدا و چپاولگرا رو بگیرید. از این نوع سبک گزارش راحت میشه ساخت. و آقای اژه‌ای نکنید. شما با شادی مردم مخالفید. شما اگه مردم خودشون رو جر بدن، بزنن تو سرشون، اینجاشون جای مهر باشه، ولی 1000 تا کثافت کاری بکنن، ولی 1000 تا دزدی بکنن و بسم الله بسم الله و تسبیحشون باشه، اونو دوست دارید. شما ریا کردن رو دوست دارید. شما دوست ندارید که مردم خود واقعیشون باشن. شما دوست دارید که مردم فقط اون چیزی که شما میگید رو انجام بدن. شما دوست دارید که مردم رو به زور ببرید تو بهشت، چون فکر میکنید اون چیزی که شما میگید درست هستش. شما فکر میکنید که شهدا رفتن به خاطر حجاب جنگ کردن. عزیز من، جنگ از شهریور سال 1359 اتفاق افتاد. قانون حجاب از سال 1362 تصویب شد. پس اونایی که قبل از این تصویب قانون حجاب رفتن جنگ کردن، پس اونا برای چی رفتن جنگ کردن؟ شما حجاب، نام شهدا، نام ایثارگرا رو ابزار و وسیله‌ای میکنید برای اینکه افکار پوسیده و قرون‌بسطایی خودتون رو بکنید توی مغز مردم. در صورت اینکه آقا این آزادی پوشش مردم، لایک را فدین قد تبین رشد من الغی، ما زیاد به همون روشی که خودتون بعد جواب بدین بعد جوابتون در دین هیچ اجباری وجود نداره، ولی شما با کلمه نشون دادن فحشا عملا دارید به دختر سرزمینتون، به ناموستون توهین میکنید. کسی که روسریش رو روسرش نکرده بهش میگید فاحشه. کاری که شما دارید میکنید قضاوت کردن آدم هاست. شما میگید وصیت شهدا، برید وصیت شهدا رو بخونید. من رفرنس میذارم به خبرگزاری همین تسنیم که بودجه میگیره. شهید خرازی اومده گفته که اگر برای خدا، آقا وصیت‌نامه دارید میگید دیگه، گفته که اگر برای خدا، اگرش نیافتاده، جنگ میکنید احتیاج ندارد به من و دیگری گزارش کنید. گزارش را نگه دارید برای قیامت. اگر کار برای خداست، گفتنش برای چه؟ آجان من، شما شهدا رو میای رفرنس میکنی، شهدا رو میای برای خودت یه دلیل و فکت نگه میداری، بعد میای میگی که آقای اژه‌ای
این دختره اومده و خوشحالی کرده. چرا خوشحالی کرده؟ چرا حجاب نداره؟ خوشم میاد که راجع به دزدی‌ها و چپاول‌ها و کشیدن پول مردم بالا و نمیدونم مؤسسات مالی و اعتباری که تو همون صدا و سیمای خودتون تبلیغ میشه هیچی نمیگید. راجع به دزدی‌هایی که ایرانسل امر اول میکنه با ستاره پشمک مربع و طرح‌ها و گرون بودن اینترنت تو ایران هیچی نمیگید. قیمت اینترنت در ایران 100 برابر جاهای دیگه است. راجع به اونها صحبت نمی‌کنید. بعد میاد میگید که مردم چون اینجوریان حجاب ندارن فاحشه‌ان. اصلا این کلمه فاحشه رو وقتی من شنیدم اصلا عصبی شدم، گفتم بیام یه ویدیو بسازم. خواهشم ویدیو رو به اشتراک بذارید بقیه افرادم ببینن آگاه بشن. کجای دین اومده این حرفو زده؟ بله توی وصیت بسیاری از شهدا راجع به حجاب صحبت شده. حجاب اسلام واقعی، نه حجابی که شما دارید مطرح میکنید. نه اینکه به خاطر اینکه مردمو بخواید با حجاب بکنید، با پوتین برید تو صورتشون، با باتون بزنید توی سر صورتشون. ولی قدیم اینجوری بود، میخونه یه جا بود، مسجد یه جا بود، کلیسا یه جا بود، فاحشه خونه هم یه جا بود. میگفتن هر کسی هر جایی که دوست داره بره. اگه بحث اجبار وجود داشت، خب خداوند تو مغز آدمو با اون قدرتی که داشت میکرد میگه آقا اسلامو انتخاب کنید. حق انتخاب به آدم ها داده، حق اجبار به آدم ها نداده. ولی شما کاری که دارید انجام میدید چیزی جز اجبار نیست. شما میخواید آدم ها رو مجبور به هر کاری بکنید. برید ببینید قانون حجاب کی تصویب شده. بعد میگن که شهدا به خاطر حجاب رفتن جنگیدن، شهدا به خاطر مال و خاک و ناموسشون رفتن. ما عکس شهدا رو میبینیم، عکس شهدا عمل میکنیم. کجای دنیا اینطوریه؟ مگه شهدا رفتن؟ برید از خانواده شهدا بپرسید. من خیلی از این خانواده شهدا رو میشناسم، جز تحقیر کردنشون کاری نمیکنن. بعد تا یه چیزی میشه میگن اینا رو سهمیه میگیرن، حالا نمیدونم اینا دارن امتیاز میگیرن. برید پای درد و دل شهدا بشینید. حالا درست دسته‌بندی میشن، خیلیشون رانت میگیرن، خیلیشون رانت نمیگیرن. اونی که برید شما برید یه پینت بال بازی کنید، یه پینت بال بازی، پینت بال ساده. وقتی میخواد تیر بزنه از ترس اینکه این تیر بخوره هزار تا جلیقه و چیزهای مختلف میخوره. اینا رفتن جلوی گلوله واقعی قرار گرفتن به خاطر خاکشون، به خاطر ناموسشون. بعد هر چیزی که میشه اسم شهدا رو خرج میکنن. هر اتفاقی که میفته اسم شهدا رو خرج میکنن. کسی که واسه خاک و ناموسش رفته جنگیده. برید وصیت‌نامه شهدا رو بخونید ببینید چی گفتن از خرازی و همت و شهید دستقیب. و برید صحبت‌های پسراشون رو بشنوید، صحبت‌های زناشون رو بشنوید که اینا با چه باوری رفتن جنگیدن، با چه تفکری رفتن جنگیدن. هر چیزی که میشه میگن اینا خلاف انقلابن، خلاف انقلاب آرمان‌های امامن، خلاف باورهای شهدان. یه جمله‌ای هم میگن که اگر هر حرفی بزنی پاپیونت میکنن. میگن شهدا رو توهین کردی، به این خانواده هاشون، یعنی از اونا خرج میکنن برای اینکه هر کثافتکاری که خودشون میخواد بکنن. آیا اجایی اگر میتونست اون سیستم قوه قضاییه تو تهران درست میکرد؟ چه فسادی تو سیستم قضایی مملکت وجود داره. یه ویدیو ما قبلا درست کردیم راجع به قضیه صحبت کرده بودیم، رانت‌ها و فسادها و چیزهای مختلفی که هست. بعد دلار شده 102,000 تومان. کانال بصیرت مدیا که مال معلومه بسیجه، معلومه مال سپاه، مال کجاست، میگه آقا اینا بدون روسری، اینا حاصل دستاورد خودتونه عزیز من. این باعث میشه که شما بودجه‌های فرهنگی که تو مملکت خرج کردید ریدید. مردم حق انتخاب دارن، نمیتونید حق انتخاب مردم رو بگیرید. نمیتونید به اجبار که بگی آقا حجاب داشته باشه حجاب نداشته باشه. هر کسی که آزاده میتونه هر جوری که دوست داره زندگی بکنه. شهدا هم همینطور. منظورشون اسلام واقعی بوده که در طول چند سال پیش بوده از دید خودشون. اونا آیا راضی ان شما با لگد با پوتین برید تو سر صورت اینو؟ نه. در صورت من عصبی شدم، ولی خب واقعا لازم بود که این توضیحات رو بدم. و حتما کانال پشت پرده رو سابسکرایب کنید، ویدیو برای دوستان خودتون به اشتراک بذارید که اونها هم نظرشون رو بگن و این آدم ها دیگه یاد بگیرن از این سبک ویدیوها درست نکنن. خیلی مخلص.